بعد مگه دیوونم برم دل روژانو بشکنم؟ خب این همه دختر میرم با یکی دیگه، چرا برم با کسی که مثلا تو برنامه بود که بخوام روژانو ناراحت کنم؟ اصلا نمیفهمم. بعد روژان مثلا اینو بدونه، هیچی نگه، منو پاره نکنه. خدا اصلا با عقل جور در نمیاد. من نمیفهمم والا. من شرمنده روژان شدم الان. من در حال حاضر شرمنده روژان شدم. نمیدونم اصلا چی به دختر بگم با این اتفاقایی که داره میفته. او بچه اذیته، اونم 20 سالشه مثلا. انتظار دارین چقدر تحمل داشته باشه؟ به خدا روژان جز اون نفراتیه که اصلا عاقل بود. با اون سنش بیشتر از همه میفهمید، خیلی بیشتر میفهمید. به قرآن قسم 20 سالش بود. من 20 سال بودم مثلا پرت بودم. بازم دمت گرم روژان. ولی در کل میخوام بگم من اگه بخوام کاری کنم، خب همه دختر چرا برم مثلا قلب روژانو بشکنم با دختری که تو برنامه از کل ایران و ترکیه و دبی خرج شد رو 10 تا دختری که تو برنامه بودن. آقا شما جای تو اصلا احسانی 600,000 تا رفیق داری، یه چوسه پول در بردی، الان میخوای دبی زندگی کنی، کاروبار داره حل میشه، همه چیز خدا رو شکر افتاده رو روال. بعد من آدمی هم نیستم، اون دستم تو جیب خودم بود و هست، یعنی مثلا لاابالم نیستم رو نخواد با من باشه. یعنی مثلا میگه آقا دمش گرم سر پا خودش ایستاده، هرچی از خودشه. شما جای من از فرش رسیدین به عرش، 10 تا رفیق خوبم پیدا کردی، شرایط دادم داره بهتر میشه. یعنی دختر دور تو داخل دبی نیست یا اصلا استانبول نیست، تو ایران نیست، دخترها برنامه. بابا یه اصلا واقعا جو در نمیاد. خب مگه من دیوونم؟ میرم بیرون میشناسنم. خب میرم با یکی اونایی که من میشناسه داره مثلا چراغ سبزشون میده اوکی میشم که هیچ کسی نفهمه. بیام برم با کسی که مثلا وسط برنامه است، با عقل جو در نمیاد. شما خودتون رو بذارید اینجا. احسان روژان خانم من معذرت میخوام، یه جور میگم کلی دارم شفاف سازی میکنم. خدا من میترسم چیزی رو بگم الان، مثلا بگم با روژانم دنگ در میارن، بگم دوست دخترم بوده دنگ در میارن، بگم نیستیم دنگ در میارن. آقا شما من نمیدونم خدا صادق باشم نباشم، اصلا من موندم تو. من الان اگه بخوام همه چی رو بگم به جون خودتون فردا یه چیز دیگه میچسبونن همینجا. اگر یه چیزی دیگه در نیاوردن، وگرنه من الان روژان اینقدر باش میونم خوبه کم موده کاپل اعلام کنیم وسط همین مجازی. اگه مثلا بیام بگم حال من و روژان الان با هم دوست و خروس بسن، این به خدا یه چیز دیگه در میارن، میگین نه چی بهت بگم روژان خانم؟